شرر داره سری خود پخته بشماره ولیکن ما هنوز امخواب که دشمن باشد و کی دوست که دشمن باشد و که دوست مادر به جان برابر مادر دوباره نشد به کس میسر مادر
باشد آبادی خطا بزی در آپس مانم آبوی تو را دارم بسویم بچه چنین شادی و خرسندی مبارک، دلآگاهی و دلبندی مبارک، چون نخل گشته پیوندی مبارک. دو تن یار عزیز و مهربان شد، به هم جان داده و پیوند، به هم دل داده و پیوندی جان شد. در این گلباغ پر از آرزوها یک بلبل دومین ارمغان شد. چه زیبای و دلارایید هر دو، به تن جان و به دل جایید هر دو. به پیش تخت همچون ماه خوبان، چراغ بخت برمایید هر دو. به عشق عاشقی افسانه باشد، یک شمع و یک پروانه باشد. خدا خوشبخت گرداند شما را که عمر هم دل و هم خانه باشد. ما را کسر دعا میکنیم امروز که عزم کرده اید در پیش خود مقصد گذاشته اید که عائله جوان و خوشبخت بنیاد میکنید. آرزو میکنیم تا ابد چه خیلی که پهلوی هم نشسته دو دست یکدیگر را داشته اید هرگز رها نکنید و یک جایه خندانه و تازه رخ از بالای پستی و بلندی زندگی پیروز برآید. دوستان عزیز، من باوری دارم همه شما به این درگاه، به این خاندان، به این محفل با دلی پر از سخن، با دلی پر از ترانه، با دلی پر از آرزو و نیت نیک قدم رنجه نموده اید. ما سخنهای تبریکاتی شما را البته تا حد امکان گوش میکنیم و میخواهم این لحظه سخن نخستین تبریکاتی را با استاد خودم، با استاد عروس و داماد امروزه، با یکی از نزدیکان و پیوندان عائله عروس، با اعلاچی معارف و علم، با راهبر کارخانه خردی سفر و سرور انکشاف کودک استاد خودم استاد سفروردی. مرحمت استاد عزیز، استقبال میگیریم. کنی ادمو قرصک های تاجیکانه شما، قربان شما. گذشته صورت که تمام تاجیکستانی در تاجیکستان و تاجیکستانی بیرون از مرزی هم در جایهای خودشان این توی را قید کرده شده. امروز 24 سالگی وحدت ملی است و ما هم اینچنین با قید آنها شریک هستیم. دوستان عزیز، من امروز
شناس، یکی محجبین، دیگری سید محمد. محجبین دخترچه احمد جان و موسوم بانو، سید محمد پسرچه خوش محمد و مسلم بانو. هر دو از عائله های دهقانند، دهقان های اصیل دهه اماندره و یکی از عائله دارهای نامدار دهه اماندره. من سالهای سال است که احمد جان من به عمک بچه لیکن وای دادرم است، چونکه ما سالهای سال در یک حولی زندگی کردیم و بنابر همین هم از نام اهل اولاد، از نام خودم، از نام پیوندانم سید محمد و محجبین بانو را به مناسبت توی داماد و عروسیشون تبریک میکنم. به اینها عمر دراز، رزق فراخ و خواهان آنم که فرزندای قطار را به وجود میارن و آنها را خیلی خوب تعلیم و تربیه میکنن و مثل اولاد و اجداد خود در محلها و در دیه و در ناحیه و در ولایت نام میگذارن. بنابر همین هم دوستان عزیز، همه اتون مرا خوب میشناسید، خودم را من اینجا شاگردم خبردین شناخت کرد. من 99% شما شاگردم هستید، از دست من تعلیم و تربیه گرفتید، من کی بودنم میدانید. بنابر همین هم در همین تویها من وقتی که دعا به دست بگیرم و دعاها مستجاب شده ایستاده، بنابر همین هم باز دعا کردم میگویم که سید محمد جان محجبین بانو همه روزتون چهله که امروز در منبر تویان ایستاده همین خیر گذره. دو طرف رو احترام کنید، صاحب فرزندان برکمال شوید، در کجایی که باشید نامدار و نام گذار فرزند و پدر و مادران و بابای و بیان باشید. دائم و سلامت باشید. در خانه همین نشستگان همین گونه توی برپا شود و ما همین خیر در معرکه های کلان اشتراک کنیم. همه سلامت باشیم. کووید 19 از ما دور باد. سلامت باشید. تشکر زیاد دوستان. البته باور دارم آرزوهای شما در آینده جامعه عمل می‌پوشد.